السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت دوستان نهایت ارجمند و عزیز، امیدوار هستم که همگی دارای صحت و عافیت بوده باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوستان عزیز و ارجمند، همیشه ما و شما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی دعای من را قبول بفرماید، لیکن بعضی اوقات و یا هم بعضی افراد میتوان گفت که وقتی دعا میکنند در اخیر میگویند که من دعا میکنم و چرا دعای من قبول نمیشود. دوستان عزیز، دعا کردن از خود طریقه دارد که باید انسان طریقی دعا کردن را یاد داشته باشد و یا هم بعضی چیزها و بعضی اسبابی هستند که مانع قبول شدن دعا میشوند. باید موانع را از راه خود برداریم تا ای که دعاهای من در نزد الله سبحانه و تعالی قبول شود. در این مورد حدیثی است که ابی هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه و میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله سبحانه و تعالی پاک است و قبول نمی کند مگر چیزی که پاک بوده باشد. و در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. الله سبحانه و تعالی امر کرده است و دستور داده است برای مؤمنین با آن چیزی که با آن دستور داده است برای پیامبران خود. و او قول الله سبحانه و تعالی و یا سخن الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای پیامبران و ای فرستادگان الله سبحانه و تعالی، کلوا بخورید من الطیبات ما رزقناکم، از چیزهایی که پاک برای شما رزق دادیم و روزی دادیم و رزق آنها را گردانیدیم. و اعملوا صالحا، و انجام دهید اعمال نیک و صالح را. و همچنان الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر می فرماید: یا ایها الذین آمنوا، یعنی اول آیه الله سبحانه و تعالی امر کرده است مرسلین را برای بعض اعمال و همچنان مؤمنین را هم الله سبحانه و تعالی دستور داده است که مؤمنین پیامبران